خوش اومدید اکای اونا. همش ما رو انتظارن. قهرمانی من خوش آمدی. بیا رفتیم. یزنا جان، در دنیا مانند یزنای من یزنای قهرمان دیگر نیست. در حقیقت کاری خوب کرده اونال. تبریک میکنم. یزنا جان بسیار تشکر به شما. یزنا جان تبریک. داماد جان من بیا اینجا. میخواهم که یکمین بار داماد جان گفته تو را با آغوش گیرم. مادامی که رسم مادری رحمتی دخترانم زهرا و حلی را یافته آوردی، من بعد من با افتخار میگویم که تو دامادی من هستی. همه کس قرصن میزنه. یزنا جان بیا بیا. زود رو. داماد جون، داماد شیرین نری من. شیرین جناب، در اصل برای حل یک هدیه. وای نه تنها برای حلی، برای هممان این هدیه است. بسیار هدیه قیمت است. حالا گوی این رسم را چه یافتی؟ تا حال در هیجانم. چخیلی که میگویند ساعت ویران هم در یک روز 2 بار وقت را درست نشان میده. بابا جانم بیا اصلا اهمیت ندی. بابا جان حله در اصل من اونال هیچ چیز نگوی. هر قدری که تشکر گویم کم است. برای ما بهترین هدیه رو در دنیا کردی. بله یزنا جان، اگر این رسم رو پیدا نمی کردید روحی مادرم راحت نمی بود. رسم عشقم، تو قهرمان اویلمون شدی. جانم ببین، من در اصل جونی من، تو برای یافتن این رسم چقدر جان فدایی کرده، چه زحمت ها کشیده، کی میدوند؟ بله من برای یافتن رسم زحمت کشیدم، اما حله اونال جان به خدا که این دفعه مرا قایل کردی. میدانم که تو بسیار زحمت کشیده ای. حله لبای بابا جان، اکنون وقتی به خانه شوهرت برگشتنم رسید. بابا جان بله به شوخی میگویم این آدم رسم را یافت، برای بخشیدنش بسیار کاری مفید است. تشکر. بله یزنا جان، دلی همه ما رو یافته توانستید. به این هم همه ما دوست می داشتیم، اما شما قهرمان یزنا جانم. آفرین اونال، آفرین اونال. به خدا من امیدم را از پیدا کردن آن راز کنده بودم. خیلی زیاد تعریف کردید ده. یعنی ما باید رسم رو پیدا میکردیم. آخر پلیس است، این وظیفه‌اش. لیکن این رسم را کی دزدیده بود؟
وقتی که رسم را به اینجا آوردن هیچ کس خبر نداشت؟ این رسم را کی دزدیده بود؟ وای کس دیده است وای یک شخصی با سند سر و کار داشته یعنی این خیل رسم را دوست می داشته است یعنی یک دزدی صنعتکاری مشهور. بله. برای چی دزدیده است؟ بیاناتش را گرفتی؟ البته نه خود نگیرم البته گرفتم برای قیمت بها بودنش دزدیده است. معلوم که قیمت بودن این رسم به گوش همه مردم رسیده بوده است. بله. بابا جون رسم کشیده مادر رحمتی هم رو پیدا کرده توانستیم دیگرش مهم نیست. شوهر قهرمانی من فکر میکنم این رسم رو در یک جای بهتر باید گذاشت. چرا؟ یعنی دزد را شما دستگیر کردید کو؟ یا که از دستتان رها یافته گریخته رفت؟ حالا ایست جواب دهد آنگاه به خانه‌اش میروید. بله گوش دارم. نه جانم این خیلی نیست گریختن آسان است. یعنی من میخواستم بگویم که در اینجا یک دوست نیست که شاید دیگران باشن. دوست ها بسیارند یکش رو که دستگیر کردیم دیگرش چی؟ برای بخطری میگویم. برای بیخطریش گوی؟ با تشبوسی تو نال جان جانم برادر به سرم یک فکر زور اومد. در فکرهای سرت من استغفرالله برادر. به فکرت این نقشه خوب بود؟ توی نقشه فکر نکن برادر. این رو نقشه کلتاکیلس میگویم. نقشه های من گوش خر را میجنبونم. همین کمیسر رونال کمتر آدمی ترسونشک است. با درون نگوید که من این رسم را نآوردم بعد کارهایمون برباد رود. نه شوکت برادر راحت باش. کمی پس با همسرش آغوش کرده میبراید. آغوش کرده؟ البته. استغفرالله. کی جرأت کرده؟ ها؟ کی جسارت کرد که آمده از پیش بینی کنعان رسم رو دزدیده برد؟ ها؟ جواب ده با آن آدم چیکار کنم؟ ها؟ چیکار کنم؟ چرا شما خاموشید؟ اکا آرام شوید خودتان رو به دست گیرید. اکا خوب هستی؟ ای چنگیز تو چخل رسم را پیدا میکنی؟ ها؟ چخل پیدا میکنی؟ گپ زن! نمیدونم. ات چی را میدانید دار؟ کی میدانستی که آن پایتک را پیدا کرده بیارید؟ باید پرس و پارس کنم. روید. اطاعت سردارم. شما چی ایستاده اید؟ طرف شوید. پدر جان دستتان رو ببوسم. انشالله از این روز اعتبارا داماد راست قول راستکارم. حالی را دیگر نمیرن جاند. آقای اکرم من حالی را هیچ گونه نرنجاندم. گویا نمیدانم. اگر کلتاکیلس نمیمرد از دنبال او نمیدویدی. میدویدی ها؟ این به وی چی علاقه دارد؟ ای تمام کلتاکیلس مرده رفت بس است آخر. خوب شد که مرد. ببینید من اونال خاموش من هیچگاه حالی رو نمیرنجانم جناب. عالی. از این به بعد او را فقط بالای سر برداشته کرد. کار دیگر ندارم. با اجازت شما ما میرویم بابا جان. خیر جانم. آپا جون مایلش که فرو خیلی آپا روی سفید جون تو بستی حاله جون. زنب جانم انا ببین. دیدم من نگفته بودم ببین که خیلی یک دیگر رو آغوش گرفته برامون ایستادن. باجه هم شیری نرست. باجه شیری نره قیس انگلیت شیری ماده زیبیدن نکی. برادر ثواب باجه رو گرفتی او را از کاسه شویی و از کار خانه نجات دادی.
برادر رو پیش بوجه تو گو که اگر بخشش باشد کم بودی. سب کن این گپ رو تو از کجا میاری؟ شوکت بسیار کار خوب رو انجام دادیم. هم به زهرا رسم رو برگردوندیم، هم خانم حله رو با شوهرش با یک تیر دو نشان زدیم برادر. اکنون چیکار میکنیم که هست؟ چیکار میکنیم؟ خانم حله وقتی به خانهش رود دیگر ما با کمیسر اونال اینقدر زود گو نمیخوریم، از وی خلاص شدیم. خدا و شکر یگان چاره این پرابلم رو پیدا کردن در کار. خوبه بود چیکار کنیم؟ حالا میبینیم. سراسیمه نشه راهش رو میابیم. شکر خدا که از یک سرخور خلاص شدیم. چیکار کنه؟ تقدیر همین. بیا بریم که اشکم درد کرد. خودت رو به دست گیر شوکت. اپا جون بیا اپا جون جونی اپا. یک چیز گفتن میخواهم. ینگه جانم میوید. چی خیلی ینگه جان دمت رو گیر. بخدا ده حقش مردگی و چو میکنی؟ دمت رو گیر. دملای عاشق. دم پدرت رو گیر. تمام خب کردم. اپا جون از آشتی شدنتون بسیار خرسند شدم، اما برای رفتنتون بسیار غمگینم. با شما بسیار عادت کردم. خواری اپاش، من زود با اینجا آمده شمایان رو خبر میگیرم. غمگین نشو. تا توی تو من همراه تو میشوم، اما زودتر روزی توی رو معین کنید تا توی خوریم. اپا جون تمام گپ رو دراز نکنید. رسم رو که یافته از نام من روان کرده باشد این چه خیل کار است؟ باجی هم دیوانه شده است. دیوانه شود به قبر پدرش. مرا فراموش نکن. هرگز فراموشت نمیکنم. تمام مایرش خیر. خیر رو بخونم تو بزدید. قریب آمد شوکت قریب. چه میکنی؟ دمت رو گیر. تمام. تو ای شوکت نمیری که بینیت رو تازه کنی. سلامت باشی برادر. پیر شوی. از این هم پیرتر برادر. میروی؟ تصمت رو من میایم پینانش کن. خیر تا بازدید با میخوریم انشالله. تا بازدیدی چی؟ خدا اوره بکنه بمران دیگه نبیایم. تقدیر همین است پسرم. بیا من سر باید نکن. خانم سله تو باز من رو ترخیم میکنی؟ نه من معاشم رو گرفتن میخواستم. وزیر من یک آدم شبهدار رو دیدم. با شما وقتی گپ زدن ندارم ببخشید. ای خدا چونان نابودت سازد که دیگر نبینم. ببخشید. برادر چیکار میکنی تو؟ در جایت نیست. با خوبی تسلیم شد. سرده میرود. تا ادوکت آمده تو در زیر نظارت. برادر تو چیکار میکنی؟ باید میکنید. اگر شما ادوکت نداشته باشید زود برایتان ادوکت پیدا میکنن. بیشترم چوفا. برادر من پلیسم نمیفهمی تو. سرده ها تو رفته زنهای بیچاره رو غارت کنی ها؟ علت نمیگذارم.
ابله نام من لویت است. مرا در اینجا لویتی دیوانه میگویند. بد اخلاق. ابله یک به یک فهمون کو. برادر چی رو فهمونم؟ گپ زن چی رو فهمونم؟ احمق، این افسانه را نویسنده اش منم. با چشمانم نگاه کن. مرا کودک خیال میکنی؟ ها؟ تو با کی کار میکنی؟ شما مافیا هستی. بیا سر ویران نکن. تمام. من خب کردم، تو سر کن. چی رو سر کنم؟ تو سردار ادنا یه چیزی نمیگویم. دیوانه. گپ نداری ها؟ سرم. نام من لوینت. بد اخلاق. مرا پلیسی خوب دیده با من شوخی و بازی نکن حیوان. ولی در دست یک کلاس نقلده برادر. کبزر اینجا چی گپ هست؟ رفیق سردارم. یک دوست عاقب پدر رو کمتر پیش دستگیر کردم. نرس احمد، تو اینجا چی کار میکنی؟ چی کار کردی احمق؟ سردار امو چی خیلی آدم است. از سحر او رو میفهمونم اما دیوانه نمیفهمم. تو داری به خدا این را کجای چک گوش کنم؟ زورا شما دروغ رو سر میکنن. گویا آنها یک سو شد که از پشت عملیات کار کرده ایستادن. در کدام شعبه پلیس بوده است و من به عملیاتشون خلل رسوندم. با بگید که صغیره نمیکنه. عقلم نمیگیره من سردار. تو رو به این کار کرده در دیوانه ابله. بچه تو ساده ای یا که عقلت رو خورده ای؟ احمد ببخش ما را برادر، یعنی او دیوانه است، از پرشور غلطیده است. میبخشی پرشوری اوچت غلط دمت را گیر. سردارم من روم که من رو انتظار. تمام احمد برو. یک دقیقه با خدا همین پلیسه؟ پلیس از شعبه امنیت است. چرا تو از اول نگفتی؟ من همین خیلی فکر کردم. عجبا هر دیما پلیس بودیم همین خیلی. من یاردمچی کمیسر لوینتی روزی بیک. بچه دست دبتی؟ با خدا سردار شما با خیلی توقت میکنید. آفرین شما. خیر من میروم. آمین. پس من این برادر عالی قدر رو گسیل کنم. از پسی من نیو. اینجا بیا. تو دیوانه هستی ها؟ دیوانه ای؟ به عقل چهار چشمه. کمیسر خبر رسید. نتیجهش معلوم نشد کمیسر. استاپ نگوی. این به شرف نشنود. از اینجا برو میگویم. برو. گپ زن. بردنی رسم را کسی ندیده است. رسم را با اون سراغه برده گریخته است. پیش کانون دیوانه رفتیم کمیسر. چه خیلی که گفته بودید او رسم را میجوید. برای دوز را یافتن آدمانش را فرستاده است. رفیق سردارم، وقتی که شما گفتید که رسم را کنعان دزدیده است من باور نکردم. انا نه باور کردم. تو گپ گوش میکردی ها؟ آدمان کنعان را تعقیب کنید. شاید ما را به دود رسانند. اسم سردارم برای چی آدمان کنعان را ما تعقیب میکنید؟ حیوان گپ رو نفهمیدی ده. این خانه زیبا را ببین. هر کسی این خانه را ببیند آرزو میکند که انا همین خیل خانه داشته باشد و راحت کرده یانباش کرده خواب روند. کیلس جان وقتی که تورد میکنی همون محسیات را کشیده پایهات را بشو خانه کمتر بوی کدیسته. شوکت ببین پسرم، اگر گفتنی این سخنها را دوام دادن گیری رفته در پشت در دوام گپت را بیزن. پسرم کار کردنم در کار، تو نمیفهمی مرا. آخر تیاری دیدنم در کار، جماعت تشنه امری معروفی منم. مفاصل آخر خب کرده میتوانی؟ ماما قد یک بار دیگه گازانم او پدر. بله انا گپی خوب. کیلس خوب که باشد بلند بخون مورم بفهمی. تمام بسیار حکمت خوب. بسیار انسان ها را دیدم که در تن لباس ندارم و بسیار لباس را دیدم که در درونش آدم نبود. خوب برادر ایچ خیلی سخن بود و چند هفته شود سخنگوی. این سخنها رو کی گفته باشد؟ مولانا؟ او کیه؟ ای شوکت، این مور به همه حالت مولانا رو نمیدونی کیست؟ یه بخدا نشنفتمش برادر. ایچ که یکون خیش تبوری تای من. ای برادر در و بد نگاه نکن. آخی فهمون ما هم فهمیم که این کی است. تمام مولانا خب کن.
خیلی ما را میفهمیدیم این مولانا کی است؟ برادر مولانا شخصی اسلامدان است. تمام برای ترقیات این دین بسیار یعنی کارهای مهم کرده است. اکونومیست زور بود؟ اکونومیست نه دیوانه، حدیث دان. حدیث دان؟ حدیث چی است؟ ای شوکت تو از هجری هم گذراندی. یک سوال دو سوال بس بودگیست. ای برادر به یک سبق آموختن بسیار ثواب خوب دارد. فهمم که این چی است و کی است. پس جناب شوکت خسته رو شسته به مسجد جامعه را، یعنی من امر معروف دارم، گوش میکنی و یاد میگیری. من با تو از سری نو موضوع رو نقل نمیکنم. وای ما برای امر معروف های تو بلیت گرفته در نوبت ایستادن در کن. تمام شوکت تمام. من یک تون کار دارم، دوی خطبه جمعه و دوی دسترخوان را از خود باید کنم. کارم بسیار مشکل است. برادر راست گپ کم ترک دیگر بخوان وظیفه مفتی رو میگیری. من پرودوسرت میشم. یک بنر کلان میکنم مینویسم کلاسی مفتی. بس کن بس. تمام برادر کارت رو بحضور کن. خدا ذهنت رو برو گرداند. آمین برادر. خدا با تو عقل دیه، تو که با عقل شوی برادر. کی باشد؟ با فکرم بوجد اومد. خف کن سرم رو ویران نکن. کنی پرس کی است؟ کیست آنجا؟ من زهرا. زهرا بوده است. رو کلاسی عاشق. مرحمت خانم زهرا. سلام دامولا، ناراحت کردم شما رو؟ نه استغفرالله. دامولا باز من نماز شما رو نبریده باشم؟ نه خانم زهرا، من نماز رو همیشه همراه جماعت محله در مسجد میخونم. ببخشید فکر نکردم. استغفرالله. این طور باشد دعا میکردید که من آمدم. خانم زهرا حتی دعا هم نخوندم. قرآن قرائت داشتید همین طور؟ دامولا یک چیز پرسم ممکن؟ اگر به قرآن قرائت کردن کسی خلل رسانی گناهی عظیم است؟ یعنی اگر ندونسته خلل رسانی یگان جای گناهش نیست. ندونسته خلل رساندم. من قرآن قرائت نمیکردم. چی کار میکردید؟ خانم برای امر معروف روز جمعه تیاری دیده ایستاده بودم. جماعت امر معروف هایم رو دوست میدارم. دامولا این طور نگویده؟ چی شد؟ اگر در بین امر معروف کسی دخالت کنه گناه میگیرد مگر؟ ببینید خانم زهرا، گناه نیست. خودتون رو عذاب ندید. حاضر شما گناه نکرده، یعنی من هم امر معروف نداشتم و شما امر معروف رو نبریدید. اوه شکر زیاد. شما برای چی اومده بودید؟ مرحمت گوش میکنم. دامولا رسمی مادرم پیدا شد. بسیار خرسند شدم. این را خواستم به شما برسانم. به خدا بسیار خرسند شدم. یزدم دوز رو قپیده است، رسم رو گرفته است، او رو به خانه آورد. چقدر خوشبخت شدم. معلوم است خانم زهرا، از چشمانتان نور میبارد. میدونید آن رسم برایم بسیار ارزش دارد. روحی مادرم رو به یادم می آورد. هر وقتی به رسم نظر کنم گویا که مادرم در برم نشسته است. دامولوزی یک چیز را از شما پرسم. مرحمت. روحی گذشتگانی ما بعضن به نزد ما می آمده باشند، یعنی از آن دنیا به این دنیا یگان راه است؟ کاش که باشد خانم زهرا، اما این ناممکن است. از آن دنیا بازگشت نیست، معلوم است. اما امروز یا که پگاه ما هم می رویم، همین خیل نه؟ به کجا می رویم؟ با نزد مادرانم. چه خیلی گفتند همه جاندار مزه مرد رو می چشد. بله. ما هم وقت شاید می میریم. بیاین مسئله امان رو باشیم. مهم که رسم رو یفتید و خرسند و خوشبخت شدید. مادرم زنده شده نمیتواند، به نظرم اومده نمیتواند، ولی هر وقتی که آن رسم رو میبینم او رو پیش نظرم میارم، خوشبخت میشوم. باز یک چیز دیگر هست خانم زهرا.
شما خوشبختید که مادرتون پیش از مرگ برای شما از خودشان رسم را همچون خاطره مونده است. از تو بی صاحبتر هم هست. تشکر زیاد. شوکت گپ گوش میکردی؟ برادر، اگر تو به زهرا گویی که آن رسم را تو یافته آوردی و تو عاشق نشود، من نامرد. کارت را کن شوکت، عاشق میشده است، این چی دخل دارد؟ حاضر میرم به زهرا میگویم که رسم را تو پیدا کردی. با تو اگر عاشق نشود، من نامم را میگردانم. خدا نکند شوکت، اگر این کار را کنی همه را شرمنده میکنی. در جایت شین، من کارم بسیار، با من خلال نرسون. ما میگیم این مرده که یاردم کنیم این باشه اجیناش بیدار میشه. گوش کن دادرکم، با هم یک کار کردیم. من یک قانون دارم، آدمانی را که دوست میدارم عذاب کشیدنشان را نمیخواهم. رحمت که کنون که از من نرنجیدید ممنون. حاضر تو یک تا به یک تا درباره دزدیدن رسم نقل کرده میدی، طوری فهمم که جانت عذاب نکشد. غمی خودم را نخورده ایستادم، غمی تو را. به خدا گوشم از شبیه که در دارد. حاضر اکه کنون به خدا در کجا و چقدر بودم این رسم را نمیدانم. درد آدم بر این تو را پرسیدم جواب ندادی. در پیشانیت پرانم ابله ها. بسیار کله زیبا داشته ای. تشکر اکه کنون. گپ زن. جدی نمیدانم، یعنی جدی نمیدانم. نخود که من دانم و با شما نگویم. رسم را از من دزدیده به دیگر کس فروختی. تو مرا ابله خیال کرده ها؟ اکه کنون در حقیقت نمیدانم. قسم که من نمیدانم، به خدا که من نمیدانم. چند بار گویم که میدانم. اینی نمیدانم. بس کن پسرم، بس خاموش. بغیر از تو یگان کس نمیدانست که رسم در دست من است. بگو رسم را کجا کردی؟ بگو زودتر. در اصل یک آدم میداند. تو چی ها میگویی؟ که میداند پسرم؟ شب از خونه میبر اومدم که دو کس با سلاح من رو داشتم و گفتن که اگر جواب ندیم من رو میکشم و من مجبور گفتم. بزوری پرسیدم. با کی گفتی که رسم در دست من است؟ حاضر زاغی سیاه. زاغی سیاه؟ ای مردم، از خدای بترسید که اگر سخنی بگوید میشنود و اگر پنهان دارید میداند و برای مرگ آماده باشید که اگر از آن بگریزید شما را مییابد و اگر فراموشش کنید شما را فراموش نمیکند. خداوند پیامبر اسلام درود خدا بر او و بر آلش را زمان فرستاد که مردم در فتنه ها گرفتار و رشته های دین پاره و ستون های ایمان و یقین ناپایدار بود. در اصول دین اختلاف داشتند و عمر مردم پراکنده بود. راه رهایی دشوار بود و پناهگاه وجود نداشت. چراغ هدایت به نور و کوردلی همه را فرا گرفته بود. خدای رحمان نافرمانی میشد و شیطان یاری میگردید. ایمان بیاور مانده و ستونهای آن ویران گردیده بود، نشانه‌های آن انکار شده بود. اما مردم حیران و سرگردان بیخبر و فریب خورده در کنار بهترین خانه کعبه و بدترین همسایگان یعنی بت پرستان زندگی میکردند. با دست مردم جاهلیت نشانه های شیطان آشکار و پرچمش برافراشته شد. و گواهی میدیم که غیر از خدای یکتای بی شریک معبود نیست، چون شهادت و یگانگی خدا نشانه استواری ایمان و گشاینده درهای احسان و سبب خوشنودی خدای رحمان و دور کردن شیطان است. خداوند پیامبرمان را با دین آشکار و نشانه پایدار و قرآن نوشته شده و استوار و نور درخشان و چراغ تابان و فرمان آشکار کننده فرستاد.
تشک‌ها را نابود کند و با دلیل‌های روشن استدلال کند و با آیت الهی مردم را بپرهیزاند و از کیفرهای الهی بترسد. محترم جماعت، خدا از شما راضی باشد. محترم جماعت، خدا از شما راضی باشد. تا باز خدا از شما راضی باشد. شما راضی باشد. تو چه خیلی ترسیدی؟ ака охир ту он одамро надидае мисли дев буд, ранги ҳайвон буд, яъне бисёр қади дароз дошт, сараш ба осмон мерасид. бароям омад, маро ҳамин хел қабид, ҳамин хел қабиду миён ҳамин хел сахт ҷиқиду бардошт. даҷоячи маро бардошт, бахшиш фикр кун, маро бардошт тобам ин хел гирифта банд боло бардошт. ту маро ба шашми кам набинакам, ман маш кардагиам, беқувват нестам, яъне чӣ нӯшиданамро намедонам, лекин ба фикрам каптарак шароб нӯшида будам, барои ҳаминам каптарак қоилам шудаму ба худо агар шароб наменӯшидам ҳаргиз ба онҳо қоил намешудам. мардакам ман охир. дар рӯяш ниқоби сиёҳ дошт, мисли человек паук буд, қаҳрамон. ҳамин медиди аз қафо ҳамин хел зебо метофт, бардам қадбаланд. ба худои зоғи сиёҳ қари миёнама мешикаст. ман зоғи сиёҳ ҳамин чашмонамро пӯшидам, кушодам ки ҳамин зоғи сиёҳ гум нест, нобуд шуд. او چه خیلی نابود شد؟ چه خیلی نابود میشد است؟ ها؟ دیگر چیزی نگفت؟ دیگر چیز گفت. گفت یک چیز گفت. زهرا گفت چه خیلی زهرا رو زدی؟ همین رو پرسید چه خیلی زهرا رو زدی؟ گفت زهرا. چه خیلی زهرا پیسرم؟ چه خیلی زهرا؟ تو مگر مرا مسخره میکنی؟ زهرایش کیست؟ زهرا کسی است که از خانه اشون این رسم رو دزدیده به سرش یک تا زدم. اون دختر زهرا نام داشت. من فکرم زهراش همان دختر است. همان. پیسرم کی رو زده است با من چی؟ من از تو میپرسم تو باشی زهرا گفته ایستاده ای، زهرایش کیست؟ اما همین خیلی گفت زهرا رو تو زدی گفت، او رو زدی گفت. پیسرم کی گفت؟ گفتم کو زاغ سیاه. چنگیز لبایکا زاغ سیاه ما رو دیوانه میکند. کایوه از حیاتم گم شده باشد. این دیگر زاغ سیاه است. آن زاغ 15 روز پیش مرد. او را فراموش کنید. یخیلند آن زاغ سیاه را با من یافته بیارید. اطاعت سردار. رسم را هم چنگیز. با چشم سردار. چنگیز رسم در کجاست؟ ای بچه مردم ای نگاه کنی کمترش نمیگیری؟ تو همه در اومده یکان چیز میفهمیدی؟ بیتارت به مسجد چه خیل در رویم برادر؟ با خدا شکرت عجایب آدم بوده. آقای ایرج لبای دومرو همدردی هم رو قبول کنید. یزنهتون مرد. زیر خوفش کرده؟ بله در محله بالا او رو جنازه کردیم. خدا رحمت کنید. استاد اگر اجازه دهید از شما یک سوال پرسم استاد. بله اجری من تو رو انتظار بودم. استاد میگویند اگر پیشک سیاه رو ببینی 7 قدم به قفا برو. آیا این گپ درست است و این کار جایز است؟ عجب سوال هجری. جواب رو با دقت گوش کن. پیشک سیاه که از پیشت برآمد او را شقه زده گذر. چرا؟ چون که او خودش کی است که ما 7 قدم به قفا میرفتیم و بعد به پیش او را زیر کرده گذر. نویس. خدا از شما راضی باشد استاد. آمین. رفتم. روزتان بخیر استاد. پیشک سیاه رو شقه زده گذر. او خودش کی است که ما 7 قدم به قفا رفتیم؟ بسیار مسئله مهم را فهمیدیم. رفتیم یگان پیشک سیاه را یافته و شقه زده گذاریم. به خدا بسیار زیبید. بسیار دختری زیبا هستی. خوشرو بودنت رو میدانستم اما در حقیقت دختری زیبا بوده ای. تشکری زیاده پایتولی. به من گوش کن. این گردن بند به تو بسیار زیبید. گیر این رو به تو هدیه میکنم. به من؟ من این رو قبول کرده نمیتوانم. چرا قبول نمیکرده ای؟ تو بیگانه نیستی.
تو هم اعضای اویلمون هستی ها؟ به خدا من در حیرت ماندم. در این لونچوی سرخ زیبایش مرا کشده. اگر هدیه‌ام رو قبول نکنی بسیار میرنجم یاسمن جان. یعنی من هیچ چیز شنیدن نمیخواهم. آخر من به مادرم چی میگویم؟ هیچ چیز گفتن در کار نیست. این بین من و تو پنهان خواهد موند. عشقم جانم شیرینی با شیر آوردم در بالای شکلات ریختم. چقدر که دوست می‌داری یاد کرده ای؟ با اشتها جان بسیار یاد کرده بودم. در نبودنت باره نخورده بودم، چون که همیشه تو رو یاد میکردم. دیگر من رو ترک نکن گلم، من به تو حال زار دارم. نمیروم، غم مخور، شوهر قهرمانم، دیگر نمیروم. در حقیقت قهرمانم؟ بله قهرمانی. اونم از تو یک چیز پرسم. آن دوست کدام دوست؟ دوستی که رسم مادرم رو دزدیده بود جزای بسیار میگیره. حیاتم از همه جزای سخت رو خواهد دید، تو هم نخور. به فکرت این همه خیلی یگان دزدی عادی بود؟ یعنی چی خیلی دزدی عادی؟ یعنی رسم رو برای قیمت بودنش دزدیدن یا اینکه به فکرم برای چیزی دیگری او رو جانم یعنی با گفته چی چیزی دیگری بودنش ممکن؟ نمیدونم، شاید برای پول باشه. گفت و کوب کردم برای پول دزدیدن. هیونا من با زور از تو گپ گفته استادم تو فهمون چقدر دزد رو دستگیر کردی. حیاتم لطفاً اما تو مرا برای درباره کار گپ زدنم ترک نکرده بودی؟ هینیه برای همیشه نامی کلتکیلوس رو گرفتن ترک کرده بودی. حاله بسیار خواهش میکنم لطفاً این نام رو دیگر نگیر، وای آدم مرده رفت. مایرش دیگر نمیپرسم. حاله عشقم اکنون من پرسم. بپرس. اگر که آن رسم را من یافته نمیتوانستم به خانه برمیگشتی؟ اما یافتی کو؟ بله یافتم تمام، یعنی فرض کردیم نمیافتم. یعنی تو رو یاد کردم اما با تو قهر داشتم، دلم رنجیده بود. برای اومدنم یک سبب در کار بود و بعد تو رسم مادرم رو یافتی، بسیار قهرمانی کردی، بابایم رو راضی کردی. یعنی این بسیار رفتاری خوب بود، هیچ فراموش نمیکنم اونم. ای چی نگاه میکنی؟ بیا من انتخاب کنم. بیا دو کسا انتخاب کنیم. سلین وقتی که ازم رسم را روان کرد با چشمانی خودم باور نکردم، بسیار خوشبخت شدم. جانکم بسیار خورسند شدم. در حقیقت یزنه اونال اگر مرا هم از لیونتی دیوانه خلاص میکرد چونان خورسند میشدم که خدای توبه. در اصل مثل بابای من باور نکردم که یزنم رسم را مییابد. بسیار شرم داشتم. در یک هفته 2 بار شرمنده شدیم. من به دومولوزیو باور نداشتم که او امامی مسجد است. سلین به یادم نآور لطفاً، وگرنه شرمم می آید. دومولوزیو بسیار انسانی خوب است. به زمین این قدر گپ‌هایم نگاه نکرده این توی سوخته رو دوام دادن می خواهد. بله در حقیقت آدمی خوب است. اگر من می بودم در حیاتم قبول نمی کردم. ای جانم قبول نمی کردی؟ تو رو همه نمی پرسیدم. تو رفته لیونت را گیر. ای زورو بسیار بد است. خدا نگهدار. اما گپت رو به خودت گیر. نمیگیرم. زورو توبه کن. تمام کردم. تمام. دومولوزیو در حقیقت کاری خوب کرد به خاطر بابایم. نیت دارم که برای به او تشکر گفتن یک تحفه بگیرم. چی میگویی؟ بسیار هم فکری خوب. وای به این ارزنده است. راست گفتی. چی گیرم؟ باید فهمید
یعنی عجب و با دامولا ها چی پیسند باشد؟ ایستو اینترنت رو بینید. با دامولا ها عجب و چی پیسند باشد؟ سلین سفسطگوی رو بس کن چی خیلی اینترنت ها؟ دامولا هم کارو براش مثلی هم است. او هم مثلی من و تو یک انسان عادی است. محکم کن. این نمیدونم پس مثل عشقان با معشوقات باید توفه کنی. سهراب یک خیرسک کلان گرفته توفه کنی اگر بسیار زیبا می شود. بسیار زیبا می شود. یک تویم تو رو دوست می دارم گویم. بعد بوسمش چه خیر. نه نمی شود. آدم خطا فکر میکند باز فکری بد نکند. نه نمی شود. آی البته که نمی شود سلی. بسیار سفسطه نگوی. وقتی که خیرسکی کلان توفه کردی او چه خیلی میفهمد. اینترنت رو بین. دیدی باز مرا گوش نکردی. بیا بینیم. یعنی زورو جون وقتی که گپ زدم خوب شده. بسیار گپ نزن سلیم. نویس. می نویسم. با دامولای مسجد چی ها خوش می آید؟ با دامولای مسجد چی ها خوش می آید؟ کو بینیم؟ یا توبه بخیر است آقای خلیل در رو شکستین. دامولا یک مسئله عاجلی برآمد. یک کس را نکاح کردن در کار. چرا پیش من آمدید؟ پدر و مادرشون کجایند؟ آنها نکاحی رسمی کردن. آنها را نکاح دینی کردن در کار. مسلمانی نکاح. نکاح مسلمانی؟ دامولا. همین هایند؟ یافت دامولا. آقای خلیل اما ببینید این جوان با من پسند نآمد. با چشمونش نگرید و کمی شبهناک می نماید. اگر پگو این دختر رو پرتفته رود پس چی می شود؟ من با این گناه شریک نمی شود. من نکاح نمی کنم. اما دامولا با شبهناک بودن او چی کار داره؟ حق طبیعی کارا بود که حقم رو می دیم. پس این خیلیت بخیر باشد. مبارکتان شود. تشکر زیاد دامولو رحمان. استاد من در یک مقاله خوانده بودم که اگر نکاح پنهانی کنی این نکاح قبول نمیشود. آیا این گپ درست است یا که نه استاد این رو فهمید؟ بله آفرین هجری. بعضی ها رواز بعضی ها روا نیست میگویند. در بینشان یک فکر جدا کردن. از همین سبب ببخشید من رد میکنم. جایز نیست یعنی از من نرنجید نمیکنم. دامولو التماس به حال ما رحم کنه. برادرم دامولا نکاحشون کن. جفت زیبندن ولی نکاح نمیکنی میرن بعد به نکاح. گوش کن شوکت حاضر با تو نکاح کردن رو نشان میدیم. بخشش برادر دامولا جان اگر شما مرا حرمت کنید همین دو کس را با هم بپیوندید. ببینید چهل دختره کشورا که عین شوکنی شه. دامولا التماس به حال این دو کس رحم کنید. آقای خلیل یک بار صحبت میکردیم. ای آقای خلیل با دختر شکایتی ندارم. اگر به شما هم می آمدن نکاح میکنم. اما من با این جوان باوری ندارم. چرا فهمیدن نمیخواهید؟ دامولا این دختر رو من میشناسم. پسر رو هم میشناسم. پدر و مادر دختر میخواهند که دخترشون رو با یک آدم ثروتمند بدین. اگر شما حاضر نکاح نکنید دختر به خودکشی دست میزنند. عائله دختر از پس دخترند. دختر رو میخواهند به زوری شوهر دهند. برای همین میگویم آنها رو نکاح کنید دامولا. عائله دختر از کفوی نهایان گفتید؟ آقای خلیلی چی تقدیر است که چی بلایی که باشد حتما به سر من می آید. عیبی من چی؟ هیچ چیز. تمام شوکت اینها رو به درون در تا من اینها رو نکاح کنم. تمام. بین دوره دامولا حاضر من میرم. سوم شبه در مسجد رسول میکنیم. تمام اینجا شوکت و من هستیم. تجری هم آید حل میکنیم. کاری عاجلیست گفتید که من اینها رو نکاح کرده جوابش رو میدیم. شما رفتن گیرید. خدا از شما راضی باشد دامولا. خدا راضی باشد. سلامت باشید دامولا. شب خوش. هجری توکلتون به خدا. در آمدیم بچه ها. در شوکت در
масалан китобҳои динӣ туҳфа мекунем. чӣ мегӯӣ? намедонам ки домлозиё бисёр китоб дорад ё надорад. ин хел намефаҳмем. чаро? ин чӣ хел аст? монанди ҳадияи расмӣ аст. он қадар не. зӯроҷон, фақат гап мезанӣ. ҳеҷ чиз ҳам наёфтем. мучали домло чӣ бошад? ман намедонам Селин, мучали домло зиё чи аст? одам мучали шаваршавандаашро намедонистааст? нагуфта будӣ ки якдигарро хуб мешиносем? тамом, фурсат шавад аз ӯ мепурсам. не, яъне агар мучалашро медонистӣ, аз рӯи он ҳадия интихоб мекардем. масалан, мучали шеру чизҳои дӯстдошташ, соати механикӣ, тарзуҳо бошанд, мантиқро дӯст медоранд. ба домло занг зада мучалашро пурсӣ чӣ? рӯзи таваллудашро бигӯяд, ман мучалашро зуд меёбам. ба худо. сафсата нагӯй Селин. дар ин шаби чӣ хел занг занад? ва ҳам одами диндор ба мучал бовар надорад. чаро ҷонам? одами диндор аст гуфта мучал надоштааст? ба фикрам моҳӣ аст. аз куҷо фаҳмиде аҷабо ки моҳӣ аст? чунки мучали бисёрии одамони диндор моҳӣ аст. бале, ҳозир мебинем. одаме ки мучалаш моҳӣ аст, чӣ ҳадияро дӯст медорад? Селин, бовар дорам ки ягон бор дар интихоби ҳадия хато накардаӣ. ин хел сафсатаро бори аввал мешунавам. бале писаронам, никоҳро шурӯъ мекунем. пеш аз оғоз карданам якчанд савол дорам. пештар аз ин ягон никоҳи динӣ карда будед? не, домуло. пас бори аввал аст гӯед? бале, домуло. пас ин тар бошад ягон бор дар никоҳе шоҳид будед? не, домуло. духтарам, чаро ту чизе намегӯӣ? агар яъне ту розӣ набошӣ, метавонӣ аз ин никоҳ даст кашӣ? гапе надорад? не, домуло. ман ӯро дӯст медорам. дӯст медорӣ? хайр, ин тар бошад маҷбур мешавам никоҳ конам. дар никоҳ бояд ҳар ду тараф розӣ бошанд. чӣ гуфти иҷрӣ? дар никоҳ мегӯям устод ҳар ду тараф бояд розӣ бошанд. иҷрӣ, ту ягон бор касеро никоҳ карда будӣ? ҳеҷ насибам нашудааст устод. хуб, пас биё ин никоҳро ту бикун. рост мегӯед устод? рост, ин никоҳро ту мекунӣ? худо аз шумо розӣ бошад устод. домуло, ин кор ғайриимкон аст. писарам, ман ҳамин ҷоям ва албатта ки никоҳ кардани иҷриро назорат мекунам. агар хато кунам, ислоҳ мекунам. ман шавкат шоҳидем. кани сар кун. он су гузар, шавкат. шумо ба ин тараф гузаред? бия домуло, айс гузар. ман бошам ба ин тараф. ин су гузарӣ, он су. охи ман айдурхушро намебинам. хуш, оя шумо таҳорат кардаед? никоҳ аслан баша тоқид кажалаи никоҳут расмо нашавад. сарамро дарду ҷакашам. тоқиша сӯз кардам. зоҳро, биё як салаи зебо гирем. вай одам салаашро иваз намекунад. яке иваз мекунад. ин робини қадар зебо аст. зебо аст, лекин ба домуло зиё мезебида бошад. зудтар якташро интихоб кун, ба ӯ ҳадия кунем. зӯро, ба ҳама чиз баҳона мекӯбӣ, баҳона. чӣ гап аст зӯро? чӣ механдӣ? куҷояш ханда аст? домуло зиё, агар инро пӯшад чӣ мешуда бошад? қонуни султон сулаймон мешавад. ту боши маликаи зебо мешавӣ, ба худо. албатта. подшоҳам, ин ҳадия ба ман бисёр хуш омад. лутфан инро қабул кунед. барои ту писанд буданаш султонам. ва наздики ба ман канизакҳои зебову ҷавон меорад. чӣ фикр дорӣ?
هیچ پسندم نیست. به من وعده داده بودید که من بعد به کنیزانتان نگاه نمیکنید. خانم سلین زود به اینجا بیا. لبای سلطانم تو شاهد بودی که سلیمان به من وعده داده بودند که دیگر به کنیزان نگاه نمی کند. با شما البته شاهدی میدهم، لیکن یک شرط دارم. چی شرط؟ آن وزیر ابله رو باید جزا دهید، یگان جزای سخت. تو این کارو به من گذار. محافظان سری وزیر رو از تنش جدا کنه. نه پادشاه مرا نکشید. پادشاه هم قربانت شوم. به حال من رحم کنید، مرا ببخشید. من حالا جوانم، از 100 گلم یک گل نشکفتر. ببینید حتی در رویم یک سوخچه نبرآمده. مرا نکشید که حیف میشوم. پادشاهم به خانم سلین اگر بار دیگر نزدیک نشود عفوش کنید. حاضر در نزد شما به خدا قسم خورد. خدا بزنم دیگر سلین نگاه نمیکنم. وجدان انسانی مگر یک بار دیگر سلین جون نگاه کنم، این همی اچکیو من میگیرم، کورکورانه میگردم، دیگه سلین نگاه نمیکنم. نپرزورو، یعنی کاش که از وی لوینت خلاصی میافتم. باور کن خیلی خرسند میشدم. اون طرفش رو خودت حل کن جانکم، از من همین قدر. بسیار جامعه دراز بوده است. زورو چی میگوی؟ دیگر هدیه ها رو ببینید. سلین یافتم. تسبیح هدیه میکنیم. هم بسیار ضرور است، هم به دنبال هدیه خوب است. فکری خوب؟ این دور باشد. به من میده؟ اگر یکم جویش نفهمه باشد میتوانی از من پرسی. خوب، پس جواب ده. یک آدمی بای پیش از مرگش به نزدیکانش چی میگذارد؟ میراث. آفرین فروخ. پس باز یک سوال دیگر. اگر پسر آن ثروتمند فکر میراث پدرش را نکند، از نبیره‌هایش سر کرده دامادهایش و همه به باوری آن آدمی ثروتمند در آمده باشند، پسرش از آن میراث چیزی گرفته میتواند یا نه؟ نه. چی سفسطه میگویی؟ مگر در سکنور چنین سوال ها هست؟ در اصل تو چخیل آدم هستی فروخ. اول شوهر شونده زهرا به باوری پدر در آمد. حاضر باشد شوهری حله رسم رو یافته به باوری در آمد. چخیل باوری تولین تو دانی و خدا میراث پدرم به هم همون میرسد. اونال پلیس هست، البته که رسم رو مییابد. فروخ وای آدم در دستش اونقدر ثروت دارد، در جای تو کسی دیگر میبود برای آن ثروت چیکار های نمیکرد؟ حیاتم، هر چیزی که من دارم از آن تو هیچ چیز نداری، همه چیز بنوی پدرت است. باز همان گپ ها تولین. بله فروخ، باز همان گپ ها. پیسندت ناومد؟ بهوده مادرم تو رو بی عقل نمیگفت. حیفی عمری جوانم. من برای تو حیف شدم فروخ. تو از حد گذراندی تولین. هرچی نباشد من مرد هستم، ناموس دارم. تو اولش مرد شو، بعد فکری ناموسی مردیت رو کن. خواب رو شبی خوش گفتم. نه یعنی با من گپ نمیزنی اکنون. هم گناهگار است هم ناز میکند.
گپ نمیزنی گپ نزن. اگر تو با من گپ زدن نخواهی من با تو تماما گپ نمیزنم. تماما جوگهت رو جدا کن. عقلی تو نمیرسد. ای مادر جان همه لباسایم رو ترک کردی. نباید در پس در ایستاده ما رو گوش میکردی. چی سفسطه میگویی؟ من گوش نکردم، به حجره میرفتم. خانم تولی چی گپ شده است؟ یاسمان تو ما رو گوش کرده ایستاده ای؟ من به آقای اکرم داروهایش رو بردنی بودم. شبی خوش. یا خدای توبه، شما به جای من او رو گوید. او رو همیشه از کجای پیدا میشود؟ او بسیار از خود رفته است. کمی دیگر مانده. شما چی ها میگویید؟ نمیفهمم. نفهمیدنت خوب است. هیچ چیز نیست. هیچ چیز. ای مادر، وزیر ایمان باید چخیل نکاح کند. از همه مهم در نکاح در بین هر دو طرف باید که راضیگی جای داشته باشد. آفرین هجری، ببین خطا نکردی. در حقیقت همش رو میدونسته است. خوب شد که مرا شرمنده نکرد. حلالت باد هجری. هجری در حقیقت دانا بوده است. این کار رو نکن شکر. یا توبه، خدای توبه. یوف. کسی رسم را از خانه حلی دزدیده به کنعان برده داد و بعد اون رسم را کسی دزدیده از نام من به صاحبش برگردان. این چی کار است؟ کلتکیل است. اگر نمی مرده فقط از تو می دیدم. به خانه کنعان بغیر از کلتکیل است کی در آمده می توانسته است؟ این آدم مردنش یک درد است. کلتکیل است. کلتکیل است. حیاتم چی شد؟ همیخیل یک خوب در خوبم دیدم که گویا تو کلتکلوس گفته ایستاده باشی. ببین، یا که از کلتکلوس گفتن خوشت میآید. میروم. نیش کم این چه علاقه دارد؟ این ناممکن است وای آدم کایها مرده رفت. نمیدونم، شاید آموخته شده باشی. نه حیاتم، تو گفته کو در خواب دیدم. خوب است یعنی خوابی خوش شدیدم. شب خوش. شب خوش جانم، شب خوش. رسم رو کنعان دزدید. بعد کسی آمده از کنعان رسم رو دزدید. بعد از نام من به آقای اکرم روان کرد که این کار رو کرده است. بعد کسی از او دزدید. باز کسی از کسی دزدیده رسم را از نام من روان کرد. این چی است؟ از این فکر را عقلم را گم میکنم. اوف.
اوف اونال اچوقم کن تمام جانم تمام این خوب کشی نشد این بلا شد یا توبه ای شوکت این چه خیلی خوب زنی است مثل گسلا خواب میکشه در این خونه که در درون خواب میروی دیوانه شدی و درون درو لعنت بکشه که تو رو به اینجا آورد شوکت